90% آقایون تو خونه جانماز ندارن، یه مهر دارن شکسته چرک. مهر رو برداشته انگار میخواد هفت بازی کنه، افتاده با پا میکشه عقب، شکم نمیذاره دل داشته، تنظیم قلبه با پا. سیپ آقای موقع نماز یه زیرپوش پیژامه اینجا شروع میشه، پا برداشته باز یک سوره توی خمیازه میره، بسم الله پا زالین 7 آیه توی خمیازه. مثل قاریا نمیتونن همچین کاری انجام بدن. که خانوما بعضی وقتا تو احکام چیزی میگن، خدا میگه من در جا نیستم، خودش قرار بده، خدا میگه من در جا نیستم، اینو مامانت گفت، این اصلا من. ولی آقایون احکام میگن هلو، اینجا نجسه کو با فوت تمیز میشه، بهش میگن فوت قلیل، 3 بار که فوت کنی کلا تمیزه. برای همینه دیدید مثلا مامانه میخواد به بچه نمازو بگه، رفته وضو گرفته اومده پشت آرنجت خشک، میگه مامان خدا ندید تو چجوری دیدی؟ آخه پشت آرنج من نکنه. حالا باباش اومده، بابا خیلی خوبه، بابا در اومده تو، بابا وضو ندارم، بیا پاکه، بیا 8 ساله که وضو نمیخواد.